اینو امروز صبح گفتم. بخونمش؟ آره حتما. تو با قلب ویرانه من چه کردی؟ ببین عشق دیوانه من چه کردی؟ در ابریشم عادت آسوده بودم، تو با بال پروانه من چه کردی؟ ننوشیده از جام چشم تو مستم، خمار است میخانه من چه کردی؟ مگر لایق تکیه دادن نبودم، تو با حسرت شانه من چه کردی؟ مرا خسته کردی و خود خسته رفتی، سفر کردی با خانه من چه کردی؟ جهان من از گریه است خیس باران، تو با سقف کاشانه من چه کردی؟ تو با قلب ویرانه من چه کردی؟ ببین عشق دیوانه من چه کردی؟ در ابریشم عادت آسوده بودم، تو با بال پروانه من چه کردی؟ ننوشیده از جام چشم تو مستم، خمار است میخانه من چه کردی؟ مگر لایق تکیه دادن نبودم، تو با حسرت شانه من چه کردی؟ مرا خسته کردی و خود خسته رفتی، سفر کردی با خانه من چه کردی؟ جهان من از گریت خیس باران، تو با سقف کاشانه من. در عاشقانه های سعدی یکی از غزل هایی که من خیلی دوست دارم میگه که اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمی شود ما را. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش، بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود که نبینند روی زیبا را. به دوستی که اگر زهر باشد از دستت، چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را. کسی ملامت وامق کند به نادانی حبیب من، که ندیده است روی عذرا را. هنوز با همه دردم امید درمان است، که آخری بود آخر شبان یلدا را. فرخی یزدی که غزل سرای فوق‌العاده‌ای بود به همون سبک دوره بازگشت، شاعر لب دوخته. بله، که در اونقدر این شعراش تأثیر گذاشته و اونقدر